میکنند و میبینیم که امروز اکنون استقلال در میدان خانگی مقابل دسته رگرتاده از یکی از حریفان سرسخت خود چه نتیجه را به قید میگیرد. بازی از مرکز میدان شروع می شود. دوستان فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته استقلال. امکانیت نیست است پرتاب اجرا کرده می شود. ضربه و گل. ببینید چگونه فرصت برای پیدا شد. تو برو به دروازه خالی زد. هم گیم خطا نمیکنیم. بسیار هم یک بازیگزاری زیبا اینجا از جانب فران چریک بود. محض پس گل‌آور نیز به نام این بازیگر ثبت کرده می شود و بسیار هم یک بازیگزاری خوب از جانب لیگنرهای دسته استقلال. امکانیت نیست است. فرصت برای ضربه زنی. ضربه اجرا کرده می شود و آخر موسم شرطنامه امضا کرده است دسته استقلال. آخران تجربه بازی او در جمهوریت قزاقستان بود. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته استقلال. پس انجام داده می شود از جانب لوکا. یک فرصت دیگر. ضربه لوکا. امکانیت پیدا می شود برای رستم سایروف و باز هم حالت نابازی. استقلال توسط کنار راست هجومی دسته را اندازی کرده می شود. با توپ از منوچهر سفرов بسیار هم خوب یک نفر را میگذارد وارد جریمه‌گاه شد. منوچهر پرتابی و اینجا از پای میافتد. توپ را گرفت فران چریک. پس او به لوکا پس دیگر برای او به کنار راست به سمت منوچهر. ضربه منوچهر از همین موقعیت فرصت نیست است. اینجا اکنون دلیر امام نظرов اینجا اکنون صدی روی دلیر دیگری شد اما پس او خطا بود. لوکا فرصت پیدا می شود برای او. یک امکانیت دیگر برای بازیگران دسته استقلال و چی فرصتی بود که از دست دادن بازیگران دسته میزبان. دلیر فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته استقلال. چی ضربه بود از جو میگذارند بازیگران دسته استقلال توسط کنار چپ از همین مسافت ضربه اجرا کرده می شود از جانب میکنم دقیقه بیشتر نخواهد بود. تو رو داشته میگیرد شهاب‌الدین محمودزاده. دسته استقلال را نیز میبینیم داور اجازه میدهد. ضربه عظیموف مستقیم است و دنیس کالینوف میتواند که آن را برطرف کند. بسیار هم یک ضربه خوب بود اما مسافت دور بود. موفق نشدند بازیگران دسته رگرتاده است. به همین ترتیب دوستان عزیز وقت اساسی بازی انجام می‌یابد. رستم نورمحتوف از شهر دوشنبه صدای شک خود را از انجام بازی بلند می‌کند.